اگر کسی اشتباه میکنه تذکر بدیم خیلی محترمانه. فرهنگ همزیستی، اینجا بلوچ هست، کرد هست، مهاجر افغان هست، بنگالی هست، بندری هست، ترک هست، عرب هست، شیعه هست. من به برادرها و خواهرای شیعه هم گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار، دستم ندن، کسی حق نداره چپ چپ بهش نگاه بکن. اگر پید برد که این مهر نباید بذاره اون موقع خودش نمیذاره. ما خیلی از خواهرها و برادرای شیعه داریم توی این مجالس میان، دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. رفتار بعضی از افراد مانع نمیشه که همدیگه رو دوست بداریم. اگر من اشتباه کردم این مانع نمیشه، این اشتباه شخصی منه. قومیت های زیادی تو کشور ما هست ولی همه مسلمانن. این قومیت ها مانع نشه که ما به هم نرسیم و همدیگر رو سیراب نکنیم از عاطفه های زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، عاطفه های زیبا، مهرورزی. همدیگر رو دوست بداریم، لذت ببریم از دوست داشتن همدیگر. اگر نیاز به نصیحت پیدا کردیم، هر کسی حرف خیر زد اونو بپذیریم. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. ما اینجا نیامدیم که فقط نماز تنها بکنیم، آمدیم که قرآن رو بفهمیم. سه تا رابطه وجود داره در قرآن، سه تا رابطه وجود داره. یک رابطه با رب العالمین، با خالق، مبناش توحیده. خرافات و شرک تو زندگیت نباشه که در بدرت میکنه، بیچارت میکنه، مفلست میکنه، ضعیفت میکنه، زمینگیرت میکنه. قل هو الله احد. چند تا سوره دیگه مونده که قرآن ختم بشه. کم کم احساس میکنیم که این آخرین عهد ما با کلام رب العالمین. امشب و فردا شب چهارشنبه عیده. رمضان هر سال میاد اما من و تو شاید تکرار نشیم عزیزم. امشب مال من و شماست. امشب هم دیگر رو حلال بکنیم، رابطمونو مستقیم به عرش خدا وصل بکنیم. الله دل داده که دوست بداریم و اولین ذاتی که باید دوست بداری خودشه که دل داده، دوستی رو درش گذاشته، محبت تو دل گذاشته. الله هیولا نیست، الله رب مهربانه. خوشبختی کجاست؟ این سواله. یه روزی یک شبکه تلویزیونی یک میلیاردر رو دعوت میکنه. یک شبکه تلویزیونی یک میلیاردر رو دعوت میکنه، ازش سوال میکنه خیلی خوش آمدید، زیباترین و شگفت‌انگیزترین و لذت بخشترین قسمت زندگی تو چیه؟ خوشبختی تو الان یعنی چی؟ بعد این شخص میلیاردر جواب مجری میده که من 4 مرحله زندگی رو گذراندم، تو 3 مرحلهش سعادت ندیدم، اشباع نشدم، ارضا نشدم، احساس سعادت نکردم. مرحله اول جمع‌آوری مال، ثروت، رسید بانکی به اوج رسیده، نمیتونم بشمارمش. فکر میکردم که جمع مال و املاک سعادته، خودمو خسته کردم، جمع کردم، باید نگهبانی بدم. دیدم که منو ارضا نمیکنه. منتقل شدم به مرحله دوم، رفتم رو عتیقه، گفتم عتیقه بخرم، چیزهای قدیمی، بهش میگن عتیقه. میدونی عتیقه چیه؟ ایمان عتیقه هست.
گنج ایمانه. کلی عتیقه، مخطوطات، دستنوشته ها، ظرف های قدیمی و جمع کردم. هی نگاه میکردم کلکسیونی از عتیقه های متنوع دنیا. هر روز رد میشدم جلو قفسه ها، ویترین ها نگاه میکردم، دیدم نه اینم منو ارضا نمیکنه. ملتقل شدم به سومی، ویلاهای زیبا و جذاب تو زیباترین جزیره های دنیا، تو جزیره موریس، زیباترین جزیره دنیا. مالدیو، زیباترین جزیره مرجانی دنیا و بزرگترینش تو اقیانوس هنده. کشتی های آنچنانی، هواپیماهای آنچنانی و هلیکوپترهای آنچنانی، باغهای آنچنانی. فکر میکردم که سعادت، دیدم که نه. یک روز منتقل شدم به مرحله 4. یک روز بهم زنگ زدن که یه دعوتنامه هست، میخوان شما رو دعوت کنن. 3 مرحله گذشت، ارضا نشد. مرحله 4 دعوتنامه آمد برام از مدرسه معلولین، بچه های معلولی که پا نداشتن، فلج بودن. دیگه رفتم دنبال سعادت، میگه رفتم. وقتی رفتم که همه بچه های معلول 100 تا نشستن. بعد یکی از این معلولان بلند شد، تشکر از من کرد از این که دعوت پذیرفتید به مدرسه معلولین بیاید. گفت من به نمایندگی یه تقاضا دارم، 100 تا صندلی میخوام برای این معلولی. صندلی کم داریم. دیگه دستور دادم 100 تا صندلی آماده بشه براشون. راز خوشبختی کجاست؟ بهشت کجاست؟ میگه قبول کردم 100 تا صندلی براشون خریداری بشه. وقتی که جلسه تمام شد میخواستم برم، یکی از همین دانش آموزای معلول زد پامو محکم گرفت، پنجه زد پامو محکم گرفت. خیلی میگه معذب شدم که اصلا رها نمیکرد. بعد خیره شد تو چشمان من، روشو بر نمیگردم، حلقه زده بود درست تو چشمان من. مثل این عزیزم هر کاری کردم دستاشو گرفتم، بلند شو پسرم اجازه بده پامو بلند بکنم، طوری گرفته بود خیره. گفتم چیزی لازم دارید پسرم؟ دیگه خیلی با آرامی دستشو باز کردم، بلندش کردم، گفتم پسرم تقاضای دیگه دارید؟ بگید کلر میخوای، چی میخوای؟ میدونی چی گفت؟ گفت نه ما تقاضای دیگه نداریم، فقط دعا میکنم که وقتی با هم رفتیم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا تو بهشت خدا از تو تشکر میکنم. به خاطر این 100 تا صندلی که برای بچه های معلول آوردی. وقتی رفتیم با هم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا اجازه داشته باشم از تو تشکر میکنم که این آقا تو دنیا توجه کرده به معلولین، 100 تا صندلی برای معلولین خریده. خیلی وقت بهشت اینجاست، ما غافلیم. برادر و خواهرای عزیز، در حق خودتون بخیلی نکنید. یک توبه جانانه لازم است. امشب توبه جانانه که این توبه اونقدر قدرت داشته باشه که ما را یاری بکنه تا فردوس خدا، نه برای 1 سال و 1 ماه و 2 ماه و 1 سال. و آنچنان توشی از این رمضان و امشبها بگیریم که 1 عمر در دنیا و آخرت ما را چه؟ همراهی بکنه. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی.